خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان و بینندگان پیک شادی. تشکر فراوان دارم از دوست عزیز پیک شادی جواد جمشیدی و همینطور دوستان عزیز ابوالفضل، مجید ساعتچی عزیز، محمد از آلمان، علی آزاد، دوست گرامی شیرین از واشنگتن، منصور خداوردی، آدریان، پاتریس، هاجر عالی یا علی چون لاتین بود نتونستم تشخیص بدم، علی نژادی و محمد از استرالیا و مسعود کنوز و همینطور حمزه آذرک به خاطر مجموعه نکات طنز، مطالب و کاریکاتورهایی که برامون ارسال کردید. حامد از مشهد خیلی ممنون از قطعات طنزی که به طور خاص برای برنامه چهارراه استراتژیک فرستاده بودی. دکتر بزن بهادر با استفاده از همون کلمات طنز پیغام داد که کدتم رفیق. فریبرز ممتحن سند ابلاغی وزارت کشور فرستاده که به واحدهای زیردست و تحت امرش دستور داده که در زمینه‌های مختلفی که براشون فهرست کرده آمار دروغ بدن و آمار درست رو منتشر نکنن. دوست گرامی میترا و همینطور دوستان عزیز سعید صالحی و مسعود از ایتالیا خیلی ممنون بابت نکاتی که فرستاده بودید. مسعود ابوعلی از واشنگتن خیلی خوشحالمون کردی که نامه دادی، کلیپی رو که خواسته بودی برات میفرستیم به روی چشم. همینطور حمید زیایی خیلی ممنون بابت طنز حقوق مادام العمر نمایندگان مجلس که بسیار طنز قوی بود. علی ایرانی تصویری از خلاقیت با استفاده از دانش استتار برامون فرستاده که صحنه‌ای است که از داخل ایران برامون فرستاده. حسین عبدالله عبدی طنز اندر احوالات شیخونا عالی بود. محسن و مهران که در مورد وضعیت گیج و ویج بسیجی‌های رژیم برامون قطعات طنزی فرستاده بودید خیلی ازتون تشکر میکنم. کارتون واقعا خوب بود و حتما در فرصت مناسب به شکلی از اونها استفاده خواهیم کرد.